امروز 16 اکتبر است و من شالوگل خوجه از استودیوی مرکزی رادیو زودی همراهتان در برنامه خبری این موضوعها را خواهیم داشت. کیها بخشیده می شوند؟ پرزیدنت تاجیکستان به پارلمان کشور طرح قانون درباره عفو را فرستاد. برای کمک به مهاجرت غیر قانونی جزای سخت می‌دهند. حامیان حقوق مهاجران میگویند قانون نو روسیه بیشتر آنها و نمایندگان جمعیت‌ها را هدف قرار می‌دهد. از نظر قانون این علاقه قانون ویرانکنی حساب میشود و مهاجران میتوانند که هم اخراج کنند و هم داغ سودی گیرد و حتی میتوانند که به زندان اندازند. و دادگاه یوان آموزگاری را به سالهای طولانی زندان محکوم نمود. نزدیکان قضیه دست‌درازی او به نابالغ را تهمت می‌خوانند. отам гуфта ки ман накардам ман падарвор ай пешони будар бошне шахмат хай бозӣ карден ай пешониш ранги падарворош мегам. تاجیکستان در عرفه عفو عمومی زندانیان قرار دارد. امروز پرزیدنت امالی رحمان طرح قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو عمومی را به پارلمان پیشنهاد کرد. در تاجیکستان در سالهای استقلال 15 دفعه قانون عفو محبوسان و بازداشت‌شده‌ها قبول شده است. لایحه در صورت تصویب برای به آزادی برآمدن هزارها محبوس و یا کم شدن مهلت حبس آنها مساعدت می‌کند. مومن احمدی با بندهای طرح آشنا شد و در این باره معلومات می‌دهد. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان میگوید قانون درباره عفو به زیاده از 20,000 نفر گمانبر شدگان، عیبدار شوندگان، سود شونده ها و محکوم شدگان تطبیق میگردد. به گفته منبع فرقیت عفو نو نسبت به قانون های قبلی در این باره آن است که شماره عفو شونده ها زیاد می باشد. بر اساس طرح نوی عفو زیاده از 7,000 نفر از زندانها آزاد گردیده و بیش از 5,000 نفر از جزاهای دیگر غیر زندانی معاف می شوند. اینچنین مهلت حبس یک گروه زندانیان کاهش داده می شود، اما مقامات تعداد آنها را آشکار نکردند. اینچنین مقامات میگویند که قانون عفو نسبت زیاده از 2,000 نفر تطبیق می شود که پرونده های آنها در بررسی مقامات تفتیشاتی یا دادگاه ها قرار دارند. موافق طرح نو زنان، نابالغان، مردانی از سن 55 ساله بالا، معیوبان گروه یکم، دوم و سیوم، گرفتاران شماری از بیماری ها از جمله سیل از زندان ها آزاد کرده می شوند. بر پایه این طرح شرکتداران عملیات های جنگی در قلمرو کشورهای دیگر و شهروندان خارجی نیز شامل عفو می شوند. اینچنین آنهایی که از بی احتیاطی دست به جنایت زدند نابسته از نمود جزا از جوابگری آزاد کرده خواهند شد. همزمان آنهایی که بار اول جنایت‌های نه چندان سنگین و میانه صادر کردند شامل عفو می‌شوند. آنهایی که با اتهام‌های افراط‌گرایی، عضویت در گروه‌های ممنوع، برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی زندانی شدند بر اساس قانون عفو آزاد نمی‌شوند و تنها مهلت ادای جزایشان کم کرده می‌شود. سالهای اخیر بر اساس این ماده‌ها ده نفر در تاجیکستان به زندان رفتند که در میانشان فعالان گروه‌های سیاسی نیز بودند. آخرین قانون عفو در تاجیکستان ماه آگوست سال 2016 به مناسبت 25مین سالگرد استقلال تاجیکستان قبول شده بود که بر اساس آن 12,000 نفر محبوس و افراد گمانبر به صادر کردن جنایت‌های مختلف به نزد پیوندانشان برگشتند. رو می‌ریم به موضوعهای دیگر. امروز پارلمان تاجیکستان با طرح تغییر الوه‌ها به کودکس جنایی موافقت کرد که طبق آن جزا برای کارمندان تفتیشات، مفتشان و نمایندگان حفظی حقوقی که در نسبت بازداشت‌شدگان شکنجه را روا می‌بینند سخت‌تر می‌شود. همکارم عبدالله اشورов در این باره بیشتر می‌داند و حالا در استودیو با ماست. عبدالله سلام. خب تاجیکستان هنوز سال 2012 با توصیه سازمان‌های بین‌المللی حقوق انسان بند شکنجه را به کودکس جنایی وارد کرده بود. عین حال چی تغییراتی به این بند قانون جنایی وارد شده است؟ سلام شلا. پارلمان تاجیکستان روز 16 اکتبر تغییرات پیشنهاد شده به کودکس جنایی را قبول کرد. بعد اصلاح کودکس جنایی اکنون آنهایی که دست به شکنجه میزنند از 2 تا 15 سال به زندان محکوم میشوند. مقامات وزارت عدلیه تاجیکستان گفتند که این تغییرات به کودکس جنایی بر اساس توصیه‌های برنامه ضد شکنجه سازمان ملل متحد وارد کرده شده است. رستم شاه مراد وزیر عدلیه تاجیکستان در جلسه پارلمان در نزد وکیلان گفت هر نفر خواه نماینده مقامات دولتی یا غیر آن دست به شکنجه میزند جزای سنگین در انتظارش خواهد بود. با این ترتیب
پرداخت جریمه از کودکس جنایی بیرون شده به عیبدار شونده ها محرومیت از آزادی تهدید میکند. بر اساس تغییراتی که وارد شد، مقامدارانی که دست به شکنجه میزنند من بعد از ادای حکم دادگاه از 10 تا 15 سال حق فعالیت در اداره و مؤسسه ها را ندارند. به گفته وزیر عدلیه تاجیکستان، وارد کردن تغییرات در کودکس جنایی یک هشدار به دایره‌های میباشد که دست به زورآوری و شکنجه میزنند. اما کارشناسان میگویند در زندگی واقعی این ماده در حالتهای خیلی کم نسبتی شکنجهگران استفاده می شود. عبدالله، استفاده شکنجه در تاجیکستان از سوی مقامات تا کجا رایج است و به افراد بازداشت شده چگونه شکنجه را روا می بینند؟ شالا بنابر گزارش های سازمان های حقوق انسان مثلا امنستی اینترنشنال، در بیشتر حالت ها مفتشان برای گرفتن نشانداد از بازداشت شده ها و اقرار گناه او را مورد شکنجه قرار می دهند. بنابر شهادت حامیان حقوق انسان در تاجیکستان، اصول های شکنجه به مثل نصب ناقل برق به بدن بازداشت شده، آویزان کردن ظرف های پر از آب و قم پلاستیکی به آلات جنسی مردان، تجاوز و یا تهدید به تجاوز، نفس گیر کنی، لط و کوب از بالای کتاب، سوزانیدن پوست با سیگار، محروم کردن از جای خواب خبر دادند. ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان که حادثه های بدرفتاری با بازداشت شده و زندانی ها را نظارت میکند میگوید در سالهای 2011-2015 بیش از 200 حادثه شکنجه و مناسبت بیرحمانه را ثبت کردند. بر اساس 16 پرونده جنایی با یاری فعالان حقوق، 25 نفر به جوابگری جنایی بنابر شکنجه کردنشان کشیده شدند. در دوام 6 ماه اول سال 2018 باشد به عنوان دادستانی کل تاجیکستان 37 شکایت از شکنجه وارد شده است که 16 حادثه را در 3 ماه اول سال ائتلاف ضد شکنجه ثبت کرده است. تشکر عبدالله برای صحبت فراگیر. دیروز دومای دولتی روسیه از قانون جانبداری نمود که تشکیل مهاجرت غیرقانونی در روسیه مجازات سنگین را پیش بینی میکند. سازمان‌های ملت‌گرا تا این دم مهاجران غیرقانونی را مشکل روسیه عنوان کرده از حکومت می‌خواستند با این روند مبارزه به امان برد. حالا منصبدارانی را که به بود و باش غیرقانونی مهاجران در حدود روسیه میانروی میکنند جزا میدهند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش کیومرسیاتا. دومای دولتی روسیه روز 15 اکتبر قانونی را تصویب کرد که جوابگری را برای میانروی در تشکیل مهاجرت غیرقانونی سخت‌تر می‌کند. این قانون برای کمک نمودن به غیرقانونی گرفتن حجت ورود، بود و باش و ترانزیت شهروند خارجی یا فرد بدون شهروندی در قلمرو روسیه جزای جنایی را پیش بینی کرده است. سازمان‌های ملت‌گرا در روسیه بارها به طرفداری از شدید شدن مجازات برای مهاجرت غیرقانونی در این کشور صدا بلند کردند. حامیان حقوق مهاجران میگویند قانون نو بیشتر آنها و نمایندگان جمعیت‌ها را هدف قرار می‌دهد. این لایحه را دوما یا شورای وکیلان مردم شهری مسکو پیشنهاد کرده بود و روز سه‌شنبه از طرف مجلس فدرالی یا پلات بالایی پارلمان روسیه تصدیق شد. بر پایه علاوه‌ها در کدکس جنایی و جنایی مرافعه‌ای روسیه تشکیل مهاجرت غیرقانونی با یک نشانه نو ثابت می‌شود که آن هم سوء استفاده از وظیفه خدمتی میباشد. اکنون نفران گناهکار را تا 7 سال از آزادی محروم کرده از او تا 5 میلیون روبل جریمه می‌ستانند. بر علاوه تا 3 سال بازداشت معاش و دیگر نمودهای درآمد پیش بینی شده است. حامی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه کریمجان یاروف میگوید چون این قانون پیشتر هم وجود داشت ولی این دفعه جزا سخت‌تر شده است. موافق بندهای قانون چنین اومده است که حتی میتواند که اگر که یک مهاجر کاری رو یک دوستش یا یک خویشش یا که یک همشهریش یک جای خوب دهد یا که حتی 100 روبل یا که چند روبل که دهد برای از یک مکان به دیگر مکان رفتن است یا که یک در یک جشته حداقل خوراک خورند، این هم با چنین یک یاری با اون مهاجری غیر قانونی میشد که از نظر قانون این علاقه قانون ویرون کنی حساب میشد و مهاجر رو میتونن که هم اخراج کنند و هم داغ سودی گیرد و حتی میتونن که به زندان اندازند. ماه ایول در شهر مسکو مفتشان همراه با خدمات امنیت فدرالی 3 کارمند ریاست امور مهاجرت را یکجا با چند منصبدار دیگر با اتهام تشکیل مهاجرت غیرقانونی دستگیر کرده بودند. تخمین می شود که آنها در سال 2018 هم به 190 مهاجر با راه غیرقانونی شرایط به اصطلاح رجیستراسیون را فراهم آوردند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. دادگاه ناحیه یوون آموزگار یکی از مکتب‌های شهر نورک را به سال‌های طولانی زندان حکم نمود. محکوم شده را برای به اصطلاح رفتار شهوانی با خواننده مکتب مجازات کردند. ولی نزدیکان او میگویند ایبنامه بی‌اساس است و آموزگار برای تبریک کردن طالبه خود گرفتار دادگاه شد. سرانگیز نوروشو و شادمانی تیم کوشش کردند به این قضیه روشنی اندازند. نزدیکان آموزگاری که برای دستدرازی به شاگردی نابالغش 17.5 سال روانه زندان شد این حکم را نسبت او سنگین می‌خوانند و برای بازنگری آن به زینه‌های بالایی دادگاه شکایت بردند. می‌خواهم که عدالتانه همه در چارچوب قانون بدرورند. ما یگان طلب نداریم دیگه، فقط پدرمون می‌خواهیم که آزاد کنند. میرزاخان علیف آموزگار یکی از لیسی‌های شهر نورک برای حرکت دارای خصوصیت شهوانی با استفاده زورآوری به سالهای طولانی زندان محکوم شد. او بر اساس ماده 139 قسم 4 کدکس جنایی گناهکار اعلان شد. آموزگار به گفته آنها فقط می‌خواست شاگردش را که در سبقت شاهمات پیروز شد تبریک کند و گویا او را بوسه کرده است. اتام گفته که من نکردم، من پدروار ای پیشونی بوده گوشنی شخمت خیلی بوسی کردن ای پیشونیش رنگ پدروارش میکنم. من یگام دل نیتی بد ندارم. میرزاخان علیف آموزگار صنف‌های ابتدایی ماه اپریل سال روان از مؤسسه تعلیمی بازداشت شد. با اطلاع تفتیشات پس از شکایت نابالغ 12 ساله به نزدیکانش از رفتار آموزگار پای معلم به دادگاه کشیده شد. کارش به همین گودک بود. صنف‌های ابتدایی فقط گودک دوستدار بود. همچون فرزند که این کار کردگی وای گودک شخمت بریدگی. در پی حادثه خانواده نابالغ جایزیست خود را دیگر کردند و تلاش برای پیدا کردن آنها نتیجه نداد. به خاطر نابالغ بودن جبریده و حفظ شأن و شرف او نام و نسب کودک و پیوندانش در مطلب آورده نمی شود. پرونده آموزگار از جانب مقامات تفتیشاتی در نورک بررسی شده است. بعداً با درخواست نزدیکان معلم به دادرس‌های دادگاه ناحیه یوون ارسال شده است. جزئیات پرونده که مهر مخفی دارد آشکار نمی شود، اما افراد آگاه از پرونده میگویند تشخیص آثار زورآوری در بدن کودک را آشکار کرده است. پرونده آموزگار از سوی دادرس دادگاه ناحیه یوون ولایت ختلون بررسی شده است. در این دادگاه از پیشنهاد جزئیات این پرونده خودداری میکنند. به خاطر آشکار نشدن شخصیت نابالغ و حفظ حقوق او، مرافعه دادگاهی آموزگار هم به شکل پنهانی صورت گرفته است. با گفته دادگاه در نشاندادهای اولین خود آموزگار به گناه خود اقرار شده است، اما بعداً در جریان مرافعه ها این اتهام را نسبتش رد کرده است. حالا وکیلان دفاع آموزگار که پافشاری دارند در حرکت‌های او رفتار شهوانی نبود، با شکایت به زینه‌های بالایی می‌خواهند با تغییر دادن ماده پرونده او جزا را سبک‌تر کنند. میرزاخان علیف 38 سال تجربه آموزگاری داشته، سال 2017 به یکی از لیسی‌های مرکزی شهر نورک به کار آمده است. رهبر و آموزگاران این مؤسسه میگویند او آموزگاری پرکار و سرمحصول بود. با معلمان صنف ابتدایی هر ماه یک مرتبه جلسه‌های ایجاد متدی را میگذارم. آزمون‌ها در صنف ابتدایی تشکیل می‌نمودند. نتیجه همین آزمون‌ها بود که خواننده‌های ما در المپیاد در آزمون دانایک و خواننده سال در مفرس ولایت جایگاه معین را اشغال می‌کرد. نابالغ 12 ساله که گویا از جانب آموزگار نسبتش تلاشی دست درازی شده است، حالا در مکتب و صنف خود تحصیل را ادامه می‌دهد. مسئولین مکتب میگویند محیطی را فراهم آوردند که این قضیه به تحصیل و روحیه کودک تأثیر نرساند. یک مори азими кубро дар ҷӯйбори канори фурӯшгоҳи маркази вилояти Краби Таиланд бошандагону саёҳонро ба даҳшат овард. гурӯҳи наҷот ва ҷангалбонҳои маҳаллӣ ин мори заҳрнокро боздошт ва ба макони бехатар интиқол доданд. тӯли ин мори айнакдори ба ислӯ шоҳона 5 метрро ташкил дода, вазнаш ба 15 килограмм баробар буда. ҷангалбонҳо мегӯянд ки морро дар ҷангал сар доданд. و بینندگان عزیز، چند لحظه بعد در یکی از دادگاه‌های مسکو مرافع سمردین رجبوف زاده تاجیکستان آغاز می شود. مقامات او را به شرکت در گردیمایی غیرقانونی و استفاده از زور در مقابل کارمندی پلیس متهم می‌کند. همکاران ما از تلویزیون نسایش وریم جریان برگزاری محاکمه سمردین رجبوف را طریق پخش مستقیم نمایش خواهند داد. با همین خبر رسیدیم به پایان برنامه امروز. تا 24 ساعت دیگر که نشر نوی برنامه تقدیم شما می شود. از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش‌ها و ویدیوهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی همانند در خدمت شما عزیزان است. تماشای نوید بومدادی. صبح فردا یادتان نرود. تا فردا، خدا نگهدار.